کاملا خواهش من این بود که برای همین زنها و دخترها یک نصیحت میکردین. بسیارش مقصد همین روزه را فکر میکنه که فرضه و نماز نمیخونن و پیش نماز نمیخونن، همین روزه میگیرن گویا که همین روزه فقط در کدای آدمو فرضه، نماز و نماز اصلا اهمیت نمیتن، نمیخونن. یک نصیحت میکردین برای همین زنها و دخترها که بسیارش نماز نمیخونن، روزه میگیرن نماز نمیخونن، اگر با روزه نباشه و پیش نماز نمیخونن، فکر میکنن همین روزه تو قدر کلشون فرضه تمام. بله، نماز خیلی مرتبهش از روزه بلند است، فرضیتش هم. و نماز این ستون دین مقدس اسلام است، رکن اساسی اسلام است بعد شهادتین. بعد نماز زکات می استد. زکات از روزه به قوت است. در 82 موضع الله تعالی زکات را همسایه نماز ذکر کرده است. و روزه بعد حج می استد. چهارمین رکن اسلام این چهارمینش حج است و امام بخاری هم حج از روزه پیش آوردن در صحیح بخاری. بعد در آخرین روزه را آوردن. روزه عملی بدنی هست، نماز هم عملی بدنی هست، ولی نماز امر است، روزه نهی است. در نماز الله تعالی ما را امر کرده است طهارت کن، روی به قبله بیا، راست ایست، قرائت کن، رکوع کن، سجده کن، خشوع کن، خضوع کن، امر است. اما در سجده که نخور ننوش، علاقه نکن از دمیدن صبح تا غروب آفتاب، نهی. اینم عملی بدنی هست، لیکن اینش نهی است، اونش امر است. و حج عبادتی هم مالی پول طلب میکنه، هم بدنی مشقت است. علی النساء جهاد علیهن جهاد لا قتال فیه. آیا بر ذمه زنها حج جهاد فرض است یا رسول الله؟ گفتن که بله، بر ذمه زنها یه جهاد فرض است که جنگ ندارد. گفتن حج و عمره جهاد گفتن مانند جنگ، سفر دارد، مشقت دارد. یعنی که حج مشقتش هم عظیم است، اجرش هم عظیم است. حج از روزه به قوت است. و پنجمین رکن اسلام روزه هست. روزه از همه چیزی سبک است. حتی بعضی کمبغل هایی که مسلمان هستند نیستند، روزه این عادتی اونها هست. اونو به همین هم از پگاهی تا بگاهی هیچی نمیخورند، هیچی ندارند گاها. یعنی روزه هم تو گرید یک عبادتی سبکتر است و احکامش هم نسبتی مثلا زکات و نماز و حج سبکتر است. آموختن مسئله های روزه آسانتر است نسبت آموختن مسئله های حج. مثلا از همه مشکلش حج است. و علم المناسک ادق ما فی العبادات. علم حج و عمره نازکترین مسئله ها در داخل عبادت ها است. خلاصه روزه یعنی شما از همه پایانترین ارکان اسلام را اجرا میکنید و از همه بزرگترینش را اجرا نمیکنید. یعنی به دختری خالتان نیکی میکنید و به مادرتان عاق هستید. یعنی یک عملی که مرتبهش بلند است، حتمی و ضروری هست نماز. روزه هم همین خیل، لیکن روزه در عمر در یک ماه، در یک سال یک ماه هست، اما نماز در یک شبانه روز 5 مراتب است. روزه اگر بیمار باشید اجازت است که خورید، مسافر باشید اجازت است که خورید، اما نماز مسافر باشید هم میخوانید بله کمتر، به جای 4 رکعت 2 رکعت. بیمار باشید پر میخوانید، ولی راست ایستاده نشسته نتوانید خواب کرده. اگر طهارت کردن نتوانید تیمم کرده نتوانید بی تیمم. در یگان حالت نماز ساقط نمیشه. یعنی که شما یک رکن اساسی اسلام که ترکش صحابه ها کفر میدانستند، شما اونو ترک میکنید و روزه را اجرا میکنید. بله روزه داشتن خیر است، فرض است، رکن اسلام است، ولی نماز از این مهمتر است. بنابراین همه عمل های اسلام را اجرا کنید. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. ای آنهایی که ایمان آوردید به این دین مقدس اسلام با پررگی درآیید. این همش برای محض فایده شما هست. الله تعالی وقتی که ما و شما رو به عبادت ها امر کرده است،
به الله تعالی چیزی فایده نیست. ای بندگان آدم، اگر اولین شما، آخرین شما، انسانهای شما، جنهای شما همه تا مثل محمد صلی الله علیه وسلم به تقوای پرهیزگار باشید، به الله تعالی یه ذره فایده نیست. اگر همه شما نماز خوانید، به الله تعالی هیچ فایده نیست. همه شما اگر کافرترین خلق الله تعالی با این باشید، به الله تعالی یک ذره ضرر نیست. هر عبادتی که میکنید به فایده خودتون است. هر گناهی که ترک میکنید از ضرر خود را حمایه کردید. گناه که کردید برای خودتون ضرر است. عملی صالح که کردید برای فایده خودتون است. کسی فایده خودش فکر کند اجرا کند این عمل ها را. کسی ضرر را خواهد برای خودش، عذاب را خواهد نکند.